استاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد دو خواهش داشتم اگر اجازت باشد. اگر خواهش بفرمایید. یکم همین که استاد درباره همین درست استفاده بردن تلفن و همین شبکه‌های اجتماعی کمتر صحبت میکرده، زیرا بسیاری شخصا همین وقتی خود رو با تماشا کردن یا گوش کردن این چیزهای بی‌فایده وقتی خودشون رو میگذرانند. خب مسئله اول چگونه استفاده بردن اینترنت. الله تعالی حق دارد که به هر چی از مخلوقات بزرگش سوگند یاد کند، اما ما حق نداریم که به چیزی که خواستیم سوگند یاد کنیم. بعضی انسان ها به فهم خودشون قرآن تفسیر میکنن، میگن که الله تعالی به آفتاب و ماهتاب سوگند یاد کرده است و شمسی و القمری و اللیل، قسم به شب. تو چی معنی میکنی آدم ها را از قسم خوردن به غیر الله؟ اون الله تعالی لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. الله تعالی حق دارد که به هر چیزی از مخلوقاتش قسم خورد. ببینید یک جلد است کتاب التبیان فی ایمان القرآن. نام کتاب تبیان است در قسم های قرآن. الله تعالی در قرآن بسیار قسم یاد کرده. از اون یک مجلد وقت است. ببینید حکمت ها و سبب ها 800 صحیفه. این همه تفسیری و حکمت ها و سبب های سوگند الله تعالی به این مخلوقات در این کتاب علامه ابن القیم رحمت الله علیه ذکر کردن. یعنی در این باب کتاب تنها هست. لیکن ما من حلف بغیر الله فقط اشرک. پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی که به غیر الله تعالی قسم یاد کنه شریک آورده است. بعضی ها قسم یاد میکنند که زنم طلاق شود، یا اگر مرم یا کور شوم یا فرزندم هلاک شود که قسم میخوره. این قسم های لغو است، قسم های نادرست است. به شیر مادر و به دیگر چیزا قسم خوردن. این قسم ها واقع هم نمیشد و به سبب این قسم ها گناهکار میشد. حتی بعضی عالم ها گفتن که کلمه گرداند کسی که به غیر الله قسم یاد میکند. او الله تعالی حق دارد به هر چی قسم خورد. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. الله تعالی پرسیده نمیشه از کاری که میکنه، ما پرسیده میشیم. ما در شریعت ما را امر کردن که پیامبر صلی الله علیه و سلم احدکم، یکی شما اگر قسم خوردنی باشد فلیحلف بالله، فقط به نام الله یا به صفات الله تعالی سوگند یاد کند. به غیر نام الله تعالی قسم یاد کردن حرام است. حتی کسانی که میگویند که اگر همین کار را کنم زنم طلاق شود، میگوید این حرام است. این ممکن نیست. این خیلی قسم یاد کردن. قسم به نام الله میشد فقط. این مسئله یکم است. برای چی این را گفتیم؟ برای آنکه از همه سوگند زیادی که الله تعالی خورده است درباره وقت ها هست. درباره آسمان قسمی زیاد درباره وقت است. بعد درباره آسمان است. آسمانی که دارای آفتاب و ماهتاب است و آفتاب و ماهتاب سبب پیدایش شب و روز است. ماهتاب وقتی که 30 روز یا 29 روز میشد، یک ماه سپری میشد. ماه که گذشت، یک عمری شما، یک ماهی از عمری شما رفت. شب و روز که پی هم می آید، این عمر انسان از همه سوگند زیاد آسمان و به مخلوقاتی که در آسمان هست الله تعالی یا سوگند یاد کرده. بعد از اون شب. همه این را اگر تدبر و تأمل کنید آیید وقت است. قسم به عصر، زمانه، قسم به زمانه. عصر بعضی موقع 100 سال یک عصر است. قسم به فجر، به نماز بامداد. قسم به صبح، قسم به ضحی، قسم به شب. و وقت سوگند یاد کرده است. در یگان جا نمیبینید که قسم به طلا باشد، قسم به کنزها باشد، قسم به معدنها باشد، قسم به پول و مال باشد. همه این قسم ها یک معناهای عظیم دارد. و السماء و ما بناها، قسم به آسمان و قسم به آن ذاتی که آسمان را آفریده است، یعنی به الله تعالی. او وقتی که به مخلوق قسم میکند، او قسم او مخلوق الله تعالی آفریده است. در اون مخلوق صنع الله التي اتقن كل شيء، او ساختی الله تعالی است که
اتقن کل شیء، هر یک چیز در ساختش اتقان کرده است، یعنی به صفت نهایت عالی آفریده است. مخلوقات الله تعالی بسیار صفتی کمال دارد، به صفت عالی ساخته شده است و از جمله این سوگندها به وقت است. الله تعالی به وقت سوگند یاد کرده است که به پول و مال دنیا سوگند یاد نکرده است. این دلالت میکند که وقت و ساعت بسیار قیمت است. وقتی که امروز گذشت دیگه اون با پولهای و با مالهای یافته نمیشه، تمام رفت. بنابراین انسان باید برنامه حیات خودش داشته باشد. نباشد یک انسانی که زندگی کنید همین برای زندگیتان، برای خودتان و برای می اهل و عائلتان زندگی کنید. از شما خودتان بهره بردید و بعضی ها همین خودش هم تامین کرده نمیتونن، در کوچه ها گدایی میکنن. همین خورده به خوردن همین چی ندارم میگه یگان دستی یاری دراز کنید. یعنی خود بعضی انسان ها فقط برای فکر و هم و غمش تامین زندگی شخصی خودش، بعضی هایی که از اینها دیده خوبتر هستن تامین اهل و عائلش که مشغول است. این خیلی نقشه نداشته باشید. باید همت عقلا از شیطان، یعنی صفتهای خوبه ما الحکمت ضالة المؤمن ان وجدها اخذ بها، از کجایی که یابد میگیرد. شیطان در حدیث ابو هریره آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که صدقه که و هو کذوب، راست گفته است لیکن دروغچی است. شیطان وقتی که دستگیر کردن در صورت آدم آمده از صدقه فطر دزدی کرد، از حق کمبغلا حضرت ابو هریره دستگیر کردن. خلاصه کلام همین که گفت که اگر من رها کنو به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم نبری من به تو یک چیز تعلیم میدم. گفتن که مایلی. گفت که پیش از خواب رفتنت آیت الکرسی خوان تا سحر شیطان به تو ضرر نمیرساند. وقتی که همین حادثه و پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم دیگه صدقه که و هو کذوب، راست گفته است. همین مسئله ما راست گفته است شیطان، لیکن دروغچی است. شما وقتی که شیطان ملعون شد و رجیم شد، با آدم حسد کرد و به سجده نکرد، الله تعالی وقتی که او را راند و شیطان رجیم کرد گفت که فبعزتک لاغوینهم اجمعین، قسم به بزرگیت، قسم به عزتت، من تمام فرزندان آدم رو گمراه میکنم. لاغوینهم اجمعین، تمام یمین از 8 میلیارد عین حال در دنیا هست، واقعا به قسمش وفا کرده ایستاده است شیطان. 8 میلیارد آدمه، ببینید از این 8 میلیارد 7 میلیاردش 6 میلیاردش مسلمان نیست، 2 میلیاردش دعوای اسلام دارن لیکن مسلمانی صادق هستن یا کاذب هستن. اینا الله تعالی میدونه، بسیاری ظاهرا خودش مسلمان میگه لیکن از او بوی مسلمانی دیده نمیشه، نه نماز میخواند نه یگان گفته الله تعالی رو اجرا میکنه، همه نکون گفتگاهش اجرا میکنه. برعکس اعتراض به الله تعالی میکنه، نامش مسلمان است، اعتراض به الله تعالی میکنه. الله تعالی در اینجا خطا کرد، باید این کارو نمیکرد، در اونجا خطا کرد. همین اعتراض بیان کردن به شریعت تروریست خواندن و احکام شریعت تروریست و اکستریمیست خواندن، خودش اعتراض کردن به الله تعالی. الله تعالی میگه که من انسان آفریدم از یک قطره آب نطفه فاذا هو خصیم مبین، ناگاه وای امروز با الله تعالی خودش دشمن گرفته، از الله تعالی خطاگی ها مییابد. این کارو باید نمیکرد، این کارو باید مشروع نمیکرد، باید این چیز فرض نمیکرد، این چیز در کار نه، من این کارو به جای وای کار کنی میشد، نماز نخوانو کوچه رو فلان کن، جای فلانو میگیرد، جای حج میگیرد. یعنی شریعتی نو ضد الله تعالی احکام میبرد. او خودش یک قطره آب بود دیروز. خلاصه الله تعالی وقتی که شیطان را راند سوگند یاد کرد که لاغوینهم اجمعین، من تمام فرزندان آدم رو گمراه میکنم، الا عبادک منهم المخلصین، غیری اون بندگانی که کم هستن هر یک کاراشون خالص برای راضی الله تعالی میکنه، اونایی خیلی نمیتونم گفت لیکن همه گمراه میکنه. حالا بعضی آدما معلومات دینی میگرفتن، طالب علم بودن، میگفتن که ما همین خودمون و اهل و عائلمون اصلاح کنیم کفایه، میگفتن همت، یعنی خودمون اهل و عائلم از آتش دوزخ نگاه داشته توانم، برای من همین بس است. میگفت یک آدمی که دانشگاهی اسلامی میخواند، بعضیش میگفت که همون دهمو اصلاح کنیم خوبه، بس است. میگفت
شیطان بینید شیطان چی بود؟ من تمامی فرزندان آدم گمراه میکنم. واقعا آدم هایی که به دوزخ میروند زیادتر است از آدم هایی که به جنت میروند. یعنی شیطان توانست به وعدش و به قسمش وفا کند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الله تعالی روز قیامت به پیغمبرها میگفت که از 1000 امتت 1 نفرش به جنت میدراید. از 1000 نفر 1 نفر به جنت میدراید. بعد صحابه ها وقتی که غمگین شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که از امتی من از 100 نفر 1 نفر. با وجود همین هم غمگین شدن. یعنی 1% امتی پیامبر صلی الله علیه و سلم به جنت میدراند. یعنی 1 میلیون باشد چند میشد 1%ش؟ 10%ش 100,000 میشد. 10,000 کس به جنت میدراید. یعنی که از 1 میلیون 1 میلیارد باشد 10 میلیونش، 2 میلیارد باشد 20 میلیون. 20 میلیون ایت ازبکستان خودش اهالیش قریب 40 میلیون است. حالی دنیا 2 میلیارد مسلمان. در یک زمان او در عصر ما، حالی تا عصر ما از عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم 1400 سال گذشت. چند میلیارد آدم از دنیا گذشت و چند میلیارد دیگر تا قیامت به دنیا می بیاد. یعنی از 100 نفر 1 نفر وارد بهشت میشد. صحابه ها غمگین شدن به اینش هم. یعنی که از 100 نفر 1 نفر به بهشت درآید و 99 نفر به دوزخ درآید. این بسیار کم است. یعنی ببینید شیطان توانست و قسمش استادگری کند شب و روز تا آخرین لحظه حیات در وقتی کندن جان میبیاد که کافر شوفته. نعوذ بالله. آخرین لحظه حیات میبیاد حرکت میکند با تمام قوتش همین آدم از دنیا کافر وفات کند. همت از شیطان گرفت. لاغوینهم اجمعین. من تمام فرزندان آدم گمراه میکنم. اینه که برای خودتون فقط زندگی نکنید، یک کاری کنید که برای دیگرها فایده تان رسد. برای همین برای خودتون یک دفتر گیرید، یک نقشه کشید. در همین طول حیاتتون چیکار کنم که یک آدمی باشم که از من دیگرها بهره برد، خواه از مالتان، خواه از آبروتان، خواه از علمتان، خواه از سیاستتان، خواه از وظیفتان. هر یک نعمتی که الله تعالی برای شما داده است مانید که دیگرها از وی بهره برد. اقلا هیچ کسی نباشد شما همین به مردم معامله نیک کنید. معامله نیک کنید، با تبسم آنها را در کوچه ها وقتی که واخورید سلام علیک، سلام علیکم، به معناش من برای شما از تمام بلاها و آفتهای مادی و معنوی سلامتی میخواهم. از گناه هم از جمله، از گناه و از بدعت و از خرافات من برای شما سلامتی میخواهم، از دوزخ سلامتی میخواهم. این السلام علیکم معنای بسیار بزرگ دارد و رحمت الله و برکاته هم اگر گفته تانید و اجازت باشد با بسیار معناهای خوب دارد. رحمت الله، مهربانی الله و برکات الله تعالی را برای شما خواهانم. و حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم که اگر به مردم فایده نرسد همین ضرر از مردم نگاه دار، همین هم صدقه است. به مردم ضررت نرسد، نه از زبانت اذیت بینه، نه از دستت، نه از وظیفت و نه از مالت. مردم اذیت نته. با قدرتی که داری، با مالی که داری، با آبرویی که داری، با زبانی که داری، با پولی که داری، با وظیفه‌ای که داری، امروز اکنون با از این نعمت‌هایی که الله تعالی داده است به واسطه این مخلوق عذاب نده، خلق عذاب نده. یعنی حرکت کنید که برای یک نقشه‌های کشید. وقتی که نقشه میکشید برای اجرای آن نقشه بعد کوشش میکنید. در این حالت شما الکی وقتی ضایع کننده ندارید. شما در پیشتون وظیفتون هست، شما باید همون وظیفتون اجرا کنید. در این حالت شما وقتی خالگی ندارید که وقتتون با بیهوده کاری گذرانید. بنابراین حرکت کنید یک کاری که از اینترنت استفاده میبرید برای فایده دینتون و برای فایده دنیاتون باشد. بیهوده وقتای خود را ضایع نکنید. بله.